سلام دوستای خوبم، سلام به روی گل ماهتون. امروز میخوام کارهای خیلی سختی که کلا تو اروپا آقایون انجام میشن و در موردش صحبت کنم و بهتون نشون بدم. بهش میگن باواشتر، یعنی کار روی ساختمون که یکی از سخت‌ترین کارهایی هستش که تو اروپا به مردم میسپارن و باید انجام بدن، اما حقوق خیلی بالایی دارن. الان اینجا یه باواشتلر یا ساختمون، اینم یه جره ثقیله که برای این کار انجام میشه. نگاه کنید اینجا به این سبده یه چیزی آویزون میکنن و وسایلی که برای ساختمان سازی احتیاج دارن و استفاده میکنن. الان نگاه کنید اون بالا با وجود که داره میاد چند نفر دارن کار میکنن. یکی از کارهای خیلی سختی هستش که مردم انجام میدن و خیلی ازش مینالن.